سلام به یک ولاگ دیگه با من خوش اومدید. قراره که چند روزی رو با من باشید و دیگه از هر کاری که بکنم بهتون نشون میدم. دوستتون دارم. من حاضر شدم. بریم. وقت شد بیام باهاتون صحبت کنم و دیشب که انقدر خسته بودم من فقط گرفتم خوابیدم و در این موهامم وا کنم باهاتون یه ذره صحبت کنم. دیشب که من اومدم ما یه چند نفر گفتن که واقعا یه سری هتل که جدید اومده خیلی قشنگه. دیگه آقا ما رفتیم دیدیم واقعا هم خب درست میگفته، یعنی از 10 میتونم بهش 100 بدم. انقدر این فیلم قشنگ بود، یعنی انقدر میخندید و کمدیه بهتون اصلا کسی که فیلم کمدی دنبالشون حتما هم ببینن. بعد دیگه آقا ما رفتیم اونو دیدیم و اینا اومدیم دیگه. من جدیدن خب به قول مامانم که خیلی قطبی شدم، انقدر میخوابم، یعنی نمیدونم مثلا انقدر خسته میشم همش میخوابم. صبحات جدیدن زود بلند میشم دیگه خاطر الانم که من کلاس زبانمو عوض کردم. من 7 سال یه جا دیگه میرفتم، بعد دیگه الان دیگه یه جا آره یه 7 سال من یه مؤسسه بودم، بعد دیگه الان جابجا شدم من یه مؤسسه دیگه تعیین صد دادم و قبول شدم و اینا دیگه. امروز روز اولشه دیگه گفتم حاضر شم و اینا براتون ویدیو بگیرم و اینا، بعد دیگه با هم دیگه باشیم. و این موهامم که واسه تولد دوستم یکی از دوستان برام گفت بعد الان بازش کنیم چطوری میشه، هم باحال بشه. انقدرم هوا خوبه داره بارون میاد، من همش میگم سریع حاضرشم باشم من بیرون، فقط خیلی هوا خوبه اصلا. آره ولی من یه وقتایی مودم رو موهای فر میگیره، حتی به نظرم خیلی باحال میشه. زیر موهام مثل صافه ولی خب میاد رو هم و اشکال نداره به نظرم. من باز کنم بعد دوباره میام پیشتون. من حاضر شدم، موهام فر شد، بریم. کلاس زبانم تموم شد، بریم یه چیزی بخورم، خیلی گوشمه. ولی واقعا کلاس زبانم عالی بود، یعنی معلمش یعنی میتونم بگم خدا بود، خیلی خوب بود. دیروز از پاساژ انقدر هوا خوبه که من بشینم اینجا سر در نظر اینجا میگردم، یه چیزی هم خوردم. آره ولی واقعا زبانم خیلی خوب بود، یعنی معلمش نرد بود ولی واقعا خیلی خوب.